فکر میکنی چقدر دیگه عمر میکنی؟ چند هفته؟ 20,000 هفته؟ 50,000 هفته؟ اگه 80 سال استاندارد عمر کنی کلاً 4,000 هفته وقت داری. 30,000 تا کجا بود؟ که تازه از اونم الان 20 سالت گذشته، 1000 هفتهش گذشت. از 3000 هفته‌ای هم که میمونه 1000 هفتهشو کلاً خوابی. 500 هفته هم درگیر بیماری و ترافیک و بنده کفش و دستشویی و اینطور چیزایی. موند 1500 هفته. ببینی اینو میخوام بهت بگم، اونقدر که فکر میکنی توی ذهنت وقت داری، وقت نداری. عمرت هم امتحان نیست که همه چی بذاری شب امتحانی اوکی کنی. مسافرت هم آخرش برم، پولم آخرش در بیارم، با خانواده آخرش وقت بذارم. نه، نشه روزای آخر که میرسه ببین هیچ کار نکردی، فقط حسرت بمونه روی دلت. یه کاری بکن، یه برنامه‌ای بریز. هر کاری میکنی فقط به بتالت نگذرون. بر نگردی ببینی یه سری کارا مونده که بگی ای کاش میکردم اما الان دیگه وقت ندارم.